40 روز با عیسی. روز دوم، معجزه تولد عیسی. تئوفیلوس عزیز، من اکنون وقایعی را که بین ما رخ داده به ترتیب برای تو می نویسم تا بدین وسیله از عین آنچه اتفاق افتاده واقف شوی. در آن زمان که اغسطس قیصر امپراتور روم و هیرودیس پادشاه یهودیه بود، خداوند فرشته خود جبرائیل را به ملاقات باکره‌ای در شهر ناصره فرستاد. نام این باکره مریم بود. ترسان مباش مریم، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای. اینک تو حامله شده پسری خواهی زایید و نام او عیسی است. چگونه ممکن است؟ من باکره هستم. روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند. از آن جهت آن مولود مقدس فرزند خدا خوانده خواهد شد و سلطنت او ابدی. آنگاه مریم رهسپار شهری در یهودیه شد تا دختر عموی خود الیسابات را که او هم به طور معجزه آسایی حامل شده بود ملاقات کند. نازنین من، تو در بین زنان مبارک هستی و مبارک و مقدس از ثمره رحم تو. همین که بانک سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادمانی در رحم من به حرکت آمد. جان من خداوند خود را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند. از این پس همه نسل ها مرا متبارک خواهند خواند. آگاه باشید ای مردان ناصره، به دستور اغسطس قیصر روم سرشماری عمومی انجام خواهد شد. بنابراین در تمامی نواحی جلیل و یهودیه مردم باید ثبت نام کنند. پس هر کس ملزم است به شهر و قصبه‌ای که آبا و اجداد او متولد شده اند برود. بدین ترتیب مریم به همراه نامزدش یوسف به سوی بیت لحم در یهودیه رهسپار شد تا ثبت نام کند. و چون در بیت لحم محل سکونتی نداشتند، در استبلی محقر جای گرفتند. شبانانی که در صحرا به سر می بردند و پاسبانی گله های خیش می کردند، به ناگاه در شب ظهور فرشته خداوند و کبریای پروردگار را آشکارا دیدند و به غایت ترسان گشتند. امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای متولد شد که مسیح خداوند است. چوپانان با شتاب برای دیدن کودک نوزاد به آخر رفتند. و آنان نخستین کسانی بودند که این خبر خوش، یعنی داستان مریم و ولادت منجی بزرگ را پخش کردند. 1 هفته بعد چون وقت ختنه طفل فرا رسید، او را عیسی نامیدند. 1. مریم باکره از چه لحاظ میتواند برای ما الگو باشد؟ 2. واکنش شبانان چه بود؟ 3. ما نیز وقتی کلام خدا را میشنویم باید چگونه واکنش نشان دهیم؟ هر روزه با عیسی. تمامی حقوق محفوظ است. فیلم عیسی 1979 2014. سلسله فیلم های الهام بخش. تمامی حقوق محفوظ است. تکثیر، چاپ، توزیع، پخش یا نمایش این برنامه ها بدون کسب اجازه کتبی اکیداً ممنوع است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سلسله برنامه‌های هر روزه با عیسی به وبسایت www.mentrolling.org مراجعه کنید.